روز 8 اکتبر سال 2023 یک کاروان بزرگ کمک‌های بشردوستانه حکومت تاجیکستان برای مردم از زمین لرزه ضرر دیده افغانستان برابر آمد. خبرگزاری دولتی خاور خبر داد که این کاروان کمک‌های بشری با دستور پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان فرستاده می شود و خاور آن را نمونه عالی غمخوری‌ها و دستگیری‌های پیوسته امامعلی رحمان از مردم دولت همسایه نامیده است. به اطلاع خاور، کمک‌های بشردوستانه حکومت تاجیکستان از لباس و پایافزار زمستانه، مواد خوراکه، مساله ساختمانی، خیمه، جلد خواب و روی پوش‌های زمستانه و دیگر اشیا برای زندگی ضرور عبارت بوده نزدیک به 3300 تن تشکیل می‌دهد. گفته می شود که این کمک بشردوستانه تاجیکستان به مردم از آفت طبیعی ضرر دیده افغانستان توسط 130 ماشین بارکشانی به افغانستان انتقال داده می شود. اخیراً آوازخوان شناخته تاجیکستان صدرالدین نجم‌الدین نیز اعلام کرد که به یاد شهیدان زمین لرزه هرات نشر کلیپ نوش را به تأخیر گذاشته است و هم تصمیم گرفته است که از فروش هر چپته نو کنسرتویش که از 11 نوامبر تا 31 دکبر سال 2023 در چند شهر اروپا از جمله در استکهلم، امستردام، وین، فرانکفورت و هامبورگ برپا می شود، 5 یورویش را برای کمک به ضرر دیدگان می گذراند. ولایت هرات در شمال غرب افغانستان را در نیمه اول ماه اکتبر در بین یک هفته یک باره 3 زمین لرزه سنگین شدتشان بیش از 6 بال تکان داد. بنا به حساب سازمان‌های جهانی تندرستی، در زمین لرزه اول که روز 7 اکتبر رخ داد و مرکزش نویه زندجان ولایت هرات بود، 1480 نفر کشته شده، نزدیک 2000 نفر دیگر جراحت برداشتند. برخی منابع دیگر شماره قربانیان این زمین لرزه را بیش از 2000 نفر، ولی مقامات طالبان بیش از 1000 نفر میگویند. سازمان‌های امدادی میگویند این آفت‌های طبیعی 10,000 ساکن ولایت هرات را از خانه و در محروم کرد. به حساب سازمان ملل تنها برای ارائه کمک‌های عاجل به ضرر دیدگان دست کم $93 میلیون لازم است.